سلام، من مهسام. سلام، من وحیدم و امروز میخوایم در مورد فلسفه های مختلف زندگی با هم صحبت بکنیم. تو قسمت اول مهسا واسهتون در مورد سهراب سپهری میگه، یه ذره ازش شعر میخونه و باهاش در مورد سهراب سپهری صحبت میکنیم. بعد میریم سراغ سیاوش کسرایی، شاعر حماسی و خوب معاصرمون معاصرمون که یه مقداری هم چپه. بعدش میریم پیش سعدی و اخلاق کلاسیک و بعد از اون کار رو با نیچه تموم میکنیم. آره، من هر موقع سهراب سپهری میخونم احساس میکنم که یه استرسی از من کم میشه و احساس میکنم که اوکی، خب این گفته که لازم نیست کاری بکنیم، بشینیم همینجوری لذت ببریم و انگار یه آرامشی میگیرم. حالا احتمالاً یه سری از شعرهاش که خیلی هم معروفه رو شنیدیم، من فقط دوباره میخونمش که بتونیم در موردش صحبت کنیم. بگذاریم یه قسمت کوتاهیشو فقط میخونم دیگه. بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش ها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد، بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود. ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. من فکر کنم که منظورش از این بوده که خیلی، حالا من خودم خیلی دنبال اینم که یه معنایی از زندگی پیدا کنم و مثلا ببینم که پشت سر هر چیزی چیه و اینا، و این دقیقا برعکسشو میگه که آقا ما یه سری احساسیم و به اجازه بدیم به اون احساسها که برن تجربه کنن و لذت ببرن. دنبال، من فکر کنم یه جوری آنتی ساینسه، یعنی دنبال این که پشت هر چیزی چه علتی وجود داره نباشیم. همین که چیزها به اندازه کافی زیبا هستن و ما همونو ببینیم، یعنی انگار که، و من فکر می‌کنم که خب خیلی هم تونسته توی این نقشی که داره، توی این اپروچی که به زندگی داره غرق بشه و خیلی بهتر تونسته که از احساساتش استفاده کنه. و نظر تو چیه؟ قطعاً من باهات کاملا موافقم و همینطوری که گفتی میگه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. انگار که اومده تو این دنیا لذتشو ببره، عشق کنه، اصلا نمیخواد بره دانشگاه که ببینه گل سرخ اصلا چی هست، چی کارش باید بکنه، میخواد بو کنه گل سرخو و صفا بکنه. میگه پشت دانایی اردو بزنیم. اصلا دانایی رو میخوام چیکار کنم؟ در واقع خیلی تجربه گراست و همونطوری که گفتی قطعا احساسگرا و اصلا این دنیا رو یک شعر میبینه، یک فیلم قشنگ میبینه. الزاما همه دلشون نمیخواد فراستی واسهشون در مورد فیلم صحبت بکنه، ولی اکثر آدما دوست دارن که فیلم رو ببینن و صفا کنن. یعنی بیشتر سهراب هم به نظر میرسه که دوست داره فیلم رو ببینه و صفا کنه. زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. یعنی بیشتر به نظرم مثلا همینجا که میگه هیجان را پرواز دهیم، فکر می‌کنم حتی روی تقویت احساسات، برخلاف چیزی که حالا توی دنیای غربی الان ما هست که آقا تو باید ایموشنتو کنترل کنی، اگه جای عصبانی، اگه جای خوشحالی نباید خیلی نشون بدی و مثلا تمام قرصای ضد افسردگی یا حالا قرصای استثارای همه روی انگار کات کردن اون بحث بالای ایموشن، انگار همه ایموشن رو رگوله میکنن در یه حدی. این اصلا خیلی روی اینه که آقا نه، بذار همون جوری که هستی باشی و اصلا همون احساسات تبدیل بشه به شعر، احساسات تبدیل بشه به نقاشی، احساسات تبدیل بشه، اصلا تبدیل نشه به هیچی. حالا این خودش تبدیل کرده ولی اصلا کلن کاربری و مفید بودن اصلا معیار نیست. یعنی همین جوری که هستی خوبی، سعی کن لذت ببری. ولی خب من فکر میکنم که خیلی تو این ببین اگه همه این اپروچو داشتن، همه میشستیم با هم لذت میبردیم، شاید این بود. ولی وقتی یکی داره از بغل بهت حمله میکنه تو دیگه نمیتونی بشینی لذت ببری. من خیلی وقتا دوست دارم که اینجوری باشم ولی یه نصف روزم بیشتر دووم نمیاره. آره واقعا منم باهات موافقم. به نظر میرسه که
این دیدگاه در واقع دیدگاهی هست که ما توی بودیسم و آره دیگه در تمام واقع چیزای شرقی حتی خیلی عرفان‌های خودمون هم داریم. یک مقدار بی‌عملی توشه و حتی این آخرش که میگه که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم، حتی این حقیقت هم حقیقتی نیستش که ما بس تو دانشگاه داریم در موردش صحبت میکنیم. یه حقیقت درونیه که ناشی از همونطوری که گفتی تجربه و احساسات و خیلی از یه نفر به یه نفر دیگه فرق داره. خیلی قابل انتقال نیست. تجربه های عرفانی و یه ذره سهراب سپهریان به نظر میرسه عرفانی، به نظر میرسه که قابل انتقال نیست. تو فکر میکنی که این آدم هایی که این شکلی باشن چه جامعه چه شکلی میشه؟ این آدم ها تو جامعه چه جوری هم به نظر؟ اگه کسی فلسفهش دقیقاً این فلسفه باشه تو زندگی چی کار باید بکنه؟ دارم فکر میکنم به این من الان فکر میکنم که آقا مثلا آدمی رو میبینیم که این شکلی باشه. من فکر کنم یک چیزی که وجود داره اینه که باید به قسمت متریالیستیک و به مادیات و اینا نه بگه، یعنی خیلی ساده زیست باشه و خیلی احتمالاً تو با معیارهای جامعه آدم موفقی توش نمیبینی، یعنی خیلی آدمیه که از زندگیش لذت میبره. شاید مثلا خانوم‌های خانه‌دار قدیمی رو شاید واقعا ولی خوشحال بودن دیگه، یعنی مثلا اونها هم خیلی آدمای خوشحالی بودن. یعنی جامعه به نظر من یه سری استراکچر تعریف میکنه از همون اول مدرسه و ما رو میفرسته تو اون استراکچرها و در واقع ما رو انگار که طبق چیزی که میخواد رشد میده و ما برخلاف اون چیزی که حالا بعداً هم داری میگی بشو آنچه هستی، دیگه نمیتونی بشی آنچه هستی. آره لو نده ادامه رو. آره. ولی من فکر میکنم که میتونیم آخر یه دونه مثلا مقایسه بذاریم. آره حتما. ولی من فکر میکنم که آدمایی که الان اگه بخوان با این نوع دیدگاه، حالا بیشتر به سهراب سپهری نزدیک تا به عرفان‌های قدیمی، من فکر میکنم که میشن مثل هیپیای دهه 80 آمریکا و میشن مثل دوستانی که ما میبینیم که در واقع لذتگران و آیواسکا میزنن و تورهای در واقع سایکدلیک میرن و همین حالت میشن، یعنی حقیقت رو پیدا میکنن ولی نمیتونن بگن، میگن من راز هستی رو کشف کردم. واخه نکتهش اینه که الان تو واسه تور آیواسکا هم پول میخوای. اون قطعا که درسته، یعنی باید تو یه جایی باشی که ولی خب میخوام بگم که تو این در این حد تو بالاخره یه مقداری از عمل رو میخوای، یه مقداری از عمل رو توی این میخوای. این یعنی که به نظر من تو همون توی مثلا روستای خودتون بمونی و همونجا سعی کنی که از زندگی لذت ببری، که من فکر نمی‌کنم بد باشه. یعنی واقعا یه دوره‌ای حداقل من عبور کردم از این قضیه که یه دوره‌ای مثلا حالا من فکر می‌کنم که معیارهای موفقیت رو بر اساس معیارهای موفقیتی که الان دارن واسه آدم‌ها تعریف میکنن، حالا پول فلان، مثلا ایلان ماسک معیار موفقیته، خب من فکر نمی‌کنم که این باشه. یعنی برای کی موفقه؟ یعنی خب میگم که اون معیار موفقیت از چه دیدگاهی تعریف میشه که خیلی مهمه. و اینکه آره مثلا توی حالت الان میتونه باشه کسایی که حالا دنبال تجربه های عرفانی یا تجربه های دیگه یعنی از این قضیه، حالا یا با آیواسکا یا با مسکالین. یه کتابی من داشتم جدید میخوندم The Brave New World. این کسی که نویسندش هاکسلی یا همچین آدمی اسمش یادم نمیاد، این خیلی تو خانواده دانشمندی رشد دنیا اومده و جالبه که شده مخالف کل اون خانواده و اومده شروع کرده یه سری اول گفته که آقا این مثلا علم و اینا همه واسه اینه که آدم‌ها رو مثلا طبقه بندی کنن و این داستانا، و تجربه بعدیش اینه که مثلا مسکالین استفاده کرده و اومده گفته که دقیقا همین، مثلا 3 تا گل مختلف رو دیده و گفته که آقا من 3 تا از این گلا چه شکلی میبینمشون و چه احساسی ازشون گرفتم. و اونو که نگاه میکنی میبینی که آقا انگار که واقعا سهراب سپهری، یعنی مثلا سهراب سپهری هم تو خیلی از جاش احساس میکنی که یه مدل احساسی رو تو میبینی که اصلا انگار که من حالت عادی نمیتونم ببینم، حتی شاید من با مثلا سایکدلیک هم نتونم این احساس رو ببینم، ولی خب این تونسته و دیده دیگه این قضیه رو. آره دقیقاً. خب من فکر میکنم که سهراب سپهری رو اینجا ما رها بکنیم و بریم سراغ شاعر بعدیمون و در واقع کسی که یه
دیدگاه دیگر رو توی زندگی در واقع داره نمایندگی میکنه. آقای کسرایی در واقع یه مقداری دیدگاه‌های چپ داره و یک شعر حماسی گفته عالی به اسم آرش کمانگیر. ما یه مقدار اولش رو میخونیم، یه مقدار آخرش رو. در واقع اولش داره یک روستا در واقع ایران شهر رو داره میگه که خیلی اوضاع خرابه، تاریکه و متاسفانه توی به نظر میرسه که توی 100 سال اخیر این مخصوصا اول این شعر همیشه در مورد ایران انگار صدق میکنه. شاعر میگه که برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوه‌ها خاموش، درها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. بر نمیشد گر ز بام خانه ها دودی، یا که سوسوی چراغی گر پیام ایمان نمی آورد. خلاصه میگه خیلی وضع خراب بود، تاریکی مطلق، برف اومده خوابیده و روی کل در واقع روستا ایران شهر و هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. و اینجا عمو نوروز داره واسه یه سری بچه‌ها داره داستان میگه که چی شد و چطور شد. من در واقع اینجا آرش میاد و یه جایی میگه که در واقع دشمنها بر ایران زمین چیره شدن و دشمن شاد شدیم در واقع طبق معمول توی 100 سال اخیر. و آرش میاد جانشو در تیر میکنه و در واقع مرز ایران و توران رو مشخص میکنه و با این کار در واقع امید برمیگرده به زندگی. یعنی با فداکاری آرش، با فدا کردن جانش در واقع این امید، این حس زندگی برمیگرده. و حالا آخرش رو ما با هم بخونیم. میفرمایند که آیه سیاوش کسرایی میفرمایند که زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده. جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای رویده آزاد، بی دریغ افکنده روی کوه ها دامان. و بعد در ادامه میگه که جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باشه ای جنگل انسان. زندگانی شعله میخواهد، صدا سردادم و نوروز، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز. خب اینجا چی میگه؟ و در آخر میگه کودکانم داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آرش بود، باغ آتش بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک، حالا از نظر خودمون بگیم، اول من بگم یا تو میخوای بگی؟ من میتونم بگم. ببین به نظر من باز یه قسمتی این و با قبلی رو هم یکی میدونم، ولی فکر میکنم این یه عملگرایی توشه که آقا ما برای یک جزئی بزرگتر از خودمون، ما خودمون یه جزئی از کل بزرگتری هستیم و هر کدوممون باید برای اون برای اون کل بزرگ، مثلا واز سامورایی بجنگیم. خب و با تمام وجود بجنگیم، یعنی مثلا جان خودمون رو در تیر کنیم و بریم واسه اون چیزی که بزرگه بجنگیم. من به نظرم خیلی من دوست دارم اینو، یعنی مثلا به نظرم خیلی چیز قشنگیه. خب ممکنه که اون چیز بزرگ رو اول باید ببینی که خب آقا اون چیز بزرگ رو کی تعریف میکنه. یعنی اشکال این قضیه اینه که اون چیز بزرگ رو باید یه چیزی تعریف کنی که همه آدم‌ها رو بتونی با خودت یکسان کنی و بتونی متحد کنی و تلاش کنی که واسه اون بجنگن. ولی به نظر من کلا عملگرایی خیلی چیز قشنگیه که توی این دیدگاه داره. ولی خب ممکنه که بازم من بایاس باشم با توجه به اینکه به ما گفتن کلا تو باید یه کاری بکنی که مفید باشی دیگه. دقیقاً. اصلا فداکاری توی این خیلی جالبه و اینکه میگه تو جنگلی و در واقع این شعله زندگانی هیمه میخواد. این علنا داره میگه که قربانی تو از این جنگلت وردا چوب بیار ما بریزیم تو این آتیش زندگانی. در واقع تو باید از خودت مایه بذاری، فداکاری بکنی برای دیگران و برای یک حقیقت بزرگتر. از برای همینطوری که گفتی از اول به ما اینو گفتن و اصلا این شعر رو من هر بار که میخونم واقعا بهم یه تأثیر حماسی میده و دلم میخواد برم جانم رو در تیر کنم، ولی بعدش میبینم حالا بشینیم یه مسکالینم بزنیم بعد نیست، حالا جانمون رو در تیر نکنیم. ولی یه مفهومی داره، یعنی این به نظر میرسه که مفهوم خیلی زیادی میره. چون مثلا چپ ها
مثلا چه دوران چپای ایران چه مثلا تو زمان در واقع شوروی حاضر بودن آدم‌های خیلی زیادی جانشون رو همینطوری بدن در راستای اون دیدگاه‌هایی که داشتن که خب الان ما میدونیم خبری نبود. ولی اون مفهوم بزرگترش اون آتش زندگانی جانشونو دادن واسه. آخه نگاه کن واقعا بدون اینکه به اون دنیا تو دیگه دارن به ما حمله میکنن، ما بشینیم که آره. یه راز گل آره اینم بوسه دیگه، یعنی واقعا فرض کن یارو وسط جنگ ما بشینیم گل سرخ و در افسون ها رو پرواز بدیم، در افسون گل سرخ شناوریم. ما اصلا دیگه جنگ نداریم اصلا. نمیشه. آره نمیشه. این اگه همه اونجوری بودن میشد. من حالا بیا به نظرم آره این نکته جالبی هست که میگن بونوبوها در واقع و شامپانزه، اینکه بونوبوها این شکلی هستند، یک چیز زن سالاره که خانوما طبقات چیزشون بالاست و مثلا دعوا و اینا نمیکنن. از اون ور شامپانزه ها همدیگر هم میخورن حتی. یعنی تو میگی اونجا مثلا احساسات، یعنی مثلا خانوم ها رو مثلا این یکی هست این پادکست ولش کن اونو ول کن، زن باشی تقریبا اجازه بده که بذار یه اپیزود یه چیزی ضبط کنیم اونو نگو. آره اوکی. خب ما بریم قسمت بعدی. شاملو هم مثل همین بود فکر کنم دیگه. همه یه ذره چپ بودن دیگه. خب من اینجا میخوام که در مورد بعدی تو صحبت کنی. حالا میتونی از سعدی بگی، ولی ما میخوایم در مورد اخلاقیات کلاسیک صحبت کنیم. این چیزیه که خب هممون دیدیم دیگه، دروغ نگو. آقا من مخالف اخلاقیات کلاسیکم حقیقتا. خب اول توضیح بده چیه، بعد بگو. بعد مخالفت. خب من توضیح میدم تو مخالفت کن. اخلاقیات کلاسیک همین چیزیه که از بچگی به ما گفتن، این که مثلا دروغ نگیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چیزهایی مثل این دست مسکین رو بگیریم، دروغ نگیم، به هم نوع خودمون کمک بکنیم، توانا بود هر که دانا بود، برو دانش کسب کن، علم بهتر است یا ثروت، قطعا علم، ثروت به چه دردی میخوره و چیزهایی مثل این. یعنی ما هممون ساعتها دینی خوندیم، ساعتها فیلم‌های ماه رمضان رو دیدیم و ما هممون میدونیم که اخلاقیات کلاسیک یعنی چی. یعنی که مثلا بریم پول بدیم به ایتام، از این کارا بکنیم دیگه. هممون میدونیم که یعنی خوب کلاسیک، یعنی آرش خوب کلاسیک نیست، یعنی اون آدمی که ریش داره یه ذره حوصله سربره دیگه. یعنی مثلا بشینه این ور اون ور، مثلا شبکه 4 نگاه بکنه، علمش افزایش بده، موهاش مثل من یه طرفیه، مثلا آدم بورینگه، مثل یه آدم درسخونه خرخونه، مثلا هیچ کاری نمیکنه، دروغ نمیگه. آره آقا اجازه یادتون رفته امتحان بگیرید، هیچ کاری نکرده، از این میشه اخلاقیات کلاسیک. آفرین. خب حالا مخالفت. آره این مخالفت دیگه. به نظر من این اخلاقیات کلاسیک دقیقاً یه حالتیه که یک سری گروه یه سری آدم. اخلاقیات کلاسیک رو کی تعریف میکنه؟ کسی تعریف میکنه که بتونه بقیه رو با خودش همراه کنه. یعنی مثلا من یه سری گروه آدم دارم و این آدما تازن، این آدما گل نوشکفتن، هنوز رشد پیدا نکردن. من همه رو اینا رو میام مثلا میخوام اینا همه این دونه ها همه یه سمتی برن، خب، و برمیگردم اینا همه رو به یه سمت مثلا پرورش میدم. میگم آقا اینجا بده، این مرز تو، این مرز تو، این مرز تو، از این ور این ورتر نرو، این ور این ورتر نرو. من همه رو به یه سمت پرورش میدم. اصلا نه شکوفایی به وجود میاد توی اون سیستمش، نه مثلا احساساتی، مثلا آدما خوشحالن، یعنی هیچی خوشحال نیست، نه آدما خوشحالن. کی خوشحاله؟ کسی که بر اساس غرایزش اومده اینو اینوری شکل داده. و حتی حالا توی قبلی میای مثلا توی اون که میگه که آقا ما جنگلیم و خودمون رو باید بسوزونیم، میای حقیقت رو به آدم میگی آقا تو باید در این راه خودتو جونتو چیز کنی. این اصلا به تو نمیگه، این یه جوری تو رو احمق فرض میکنه و تو رو انگار هدایت میکنه به سمتی که باید بری که تو اصلا به خودت میای میبینی که متاسفانه ما هم الان تقریبا یه جوری همینطوری هستیم دیگه. به خودت میای میبینی که یه سری ارزش‌های مسخره‌ای داری که اصلا که چرا، یعنی میای میفهمی که مثلا چرا من باید این ارزش رو داشته باشم. و این به نظر من تنها چیزی که وجود داره، تنها بنفیتی که میده، بنفیت به اون کسیه که تو رو داره هدایت میکنه. یعنی اگر که مثلا توی جامعه هدفش اینه که
حالا این مدل پوشش به هر علتی رواج پیدا کنه، میاد برخلاف اونو بد حساب میکنه و بر غیر خلاف اونو خوب حساب میکنه دیگه. به طور کلی من به نظرم من مخالف اینم، چون که تو در واقع یک سری آدم رو بدون اینکه اصلا حتی مینینگ واقعی رو هم بهشون بگی فقط داری منیپولیت میکنی. من کلا که باهات موافقم میدونی، ولی از لحاظ اجتماعی چی؟ از لحاظ اجتماعی تو اگه تو یک دنیایی باشه که همه فکر خودشون باشن و اخلاقیات نباشه، به نظرت میشه اصلا اون خیلی جامعه سختی میشه به نظر واسه زندگی توش، نه؟ آره یعنی میخوام بگم که هر چیزی که هست بالاخره یک در واقع یک ساید مثبتی هم داره. ساید مثبت داره، ولی چرا که نه؟ چرا که اجازه ندن به آدما که بابت یه چیزی که باهاش موافقن بجنگن؟ یعنی مثلا پشت یک گروهی وایسن که حداقل خودشون انتخاب کردن، نه یه گروهی که یه چیزهایی که یعنی ماها همه متفاوت خواهیم بود دیگه. هیچ کسی قرار نیست مثل دو تا دونه نمیخوایم مثل هم بشن، ولی حداقل اجازه بدیم که اون آدم پشت چیزی وایسه که دوست داره و اینکه ما خودمون بیایم جهتمون انتخاب کنیم این خیلی جبرگرایانه است به نظرم. آره متوجه میشم، ولی به نظرم یه سری باز در واقع این اخلاقیات هم دلیلی داشته شکل گیریش دیگه، اینجوری نبوده. خب به نظرم چیز دیگه ای داری اینجا اضافه کنی یا بریم بخش بعدی؟ نه بریم بخش بعدی. بخش بعدی نیچه است. نیچه میگه که بشو آنچه که هستی و در واقع شدن رو معنا و مبنای زندگی میبینه. اینکه ما همیشه در یک فرایند شدن، تغییر پیدا کردن و شکل عوض کردنیم و این رو اون در واقع حقیقت زندگی میبینه و یک مثالش هم دانه‌ایه که از یک دانه خیلی کوچیک به یک درخت خیلی بزرگ تبدیل میشه و در واقع شما اگه درخت رو با دانه فرض بکنین، کسی که مثلا ندیده درخت حالا و آشنا نیست اصلاً به ذهنش نمیرسه که این درخت چند تونی همین دانه است. در واقع این یک مرحله دیگه ای از زندگی همینه، یعنی این تغییره انقدر زیاده که اول و آخرش اصلاً به هم نمیخونه، ولی یک پیوستگی داره. یعنی یک روحی هست که این دانه رو داره توی یک فرایند شدن تبدیل میکنه به این درخت و این اون چیز قشنگه است. یعنی ما دانه داریم، برگ داریم، ساقه داریم، میوه داریم، نهال داریم، ریشه داریم که اینا رو جدا جدا بذاری اصلا هیچ ربطی با هم ندارن، ولی اون روحه تو همشون هست، هر کدوم شکل‌های مختلفی دارن. و در واقع چیز دیگه ای هم که نیچه میگه شدیداً با این اخلاقیات در واقع زاویه داره و فکر میکنه که این اخلاقیات رو انسان‌هایی که در طبقات بالاترن تعیین کردن برای سطح پایین که اصلا رمه میگه به آدمای پایین، میگه رمه. این دقیقا مثل همین کتابه که دوباره نیو بریو ورلد همین شکلیه. مثلا یه سری فارسیشو بگی دنیای جدید نو مثلا این شکلیه که آقا یه سری گروه‌های آلفا پلاس تا مثلا اپسیلون گروه‌های مختلف هست و اینا رو میان دستکاری ژنتیکی میکنن و اصلا انگار که تو خواسته های اون گروه ها، مثلا یه گروه اصلا از کتاب نباید خوشش بیاد، از گل نباید خوشش بیاد و این دقیقا همینه. این دقیقا همینطوریه که آقا ما این آدم مثل همین اسکول که مدرسه که میری مثلا اینجوریه که آقا تو این آدم رو میبری مدرسه، میفرستی مدرسه که این سری مهارت ها رو یاد بگیره که من اینجا ازش نیاز دارم. حالا میدونستی که تو این توی کتاب جمهور افلاطون در واقع افلاطون هم اون جامعه اوتوپیایی که در واقع توصیف میکنه همینه؟ جامعه‌ای که چه شکلیه؟ در واقع اوتوپیا اون در واقع دنیایی که خیلی از نظر اون کامله و بهترین نوع حکومت رو افلاطون اینجوری توصیف میکنه که در واقع اولا که پادشاه یا اون کسی که در واقع حکمرانی میکنه باید فیلسوف پادشاه باشه و آدمی باشه که مثلا مال و منال نداشته باشه و فیلسوف باشه فقط. بعد میگه که جنگجوها مثلا باید پدر مادر نداشته باشن. این اصلا برنامه‌ش اینه که بچه‌ها رو تو سنای پایین از مادر پدرشون بگیره، اصلا مادر پدرها بچه ندارن. بعد این بچه‌ها رو بیاد استعدادیابی کنه، یه سری‌ها بشن آهنگر، یه سری‌ها بشن مثلا جنگجوها حتی حق ازدواج ندارن برای اینکه خب آدمی که زن و بچه داشته باشه خب خوب نمی‌جنگه دیگه.
مثلا اونایی که قراره مثلا بعد یه سری اونایی که خیلی باهوشترن بیان فیلسوف شن و اونا بشن در واقع قشر الیت، قشر نخبه، قشر آقازاده تربیت میکنه. یعنی خیلی شبیه همون نظام به جای اوتوپیا. آره ولی از نظر افلاطون اوتوپیاست. نمیدونم این واقعا من الان که اینجوری جمع بندی کردیم احساس میکنم که برای من واقعا الان خیلی سخت‌تر شد و اینکه آقا مثلا من الان خودم مخالف یه فلان مثلا نظامیم ولی واقعا شاید ریپلیسمنتی واسش نداشته باشم، یعنی بگم که خب شاید کار کرده این قضیه. آره همین. حالا میتونیم من اگه بخوام یه جمع بندی بکنم به نظرم چیزی که من از این شدن نیچه میفهمم و چیزی که از این رویکردهای مختلف به زندگی میفهمم اینه که همونطوری که مثلا یک آدم باید شخصیت‌های مختلف، نه به اون معنا، انگار که من اگر پسرم برای مادرم یک جور رفتار میکنم، اگر من همسرم برای زنم یا همسرم برای همسرم یک جور دیگه ای رفتار میکنم، من در حالتی که درس دارم میدم یک جور دیگه ای دارم رفتار میکنم، در حالتی که درس میگیرم یک جور دیگه ای دارم رفتار میکنم. در واقع میخوام بگم که انگار که من شخصیت‌های مختلفی دارم توی هر جایی نسبت به اون جایی که درش قرار میگیرم. به نظرم میشه آدم هم این نگاه ها رو به زندگی، این فلسفه های مختلف رو یه جوری داشته باشه همزمان، اما اون در واقع هنر داستان این هستش که اینا رو انگار یه نخی از اینها یک پیوستگی ایجاد بکنی، اینکه تو بتونی این در واقع این دونه رو تبدیل بکنی به اون کاج چند تونی و در واقع تناقض آشکاری توش به وجود نیاد. این به نظرم اون هنر بزرگه. وگرنه بری مثلا چه بدونم مثلا از سیاوش کسرایی خوشت میاد بری داخل مجاهدین خلق بگی من نمیخوام اسلحه دست بگیرم، کار ما نیست شناسایی گل سرخ، ما میخوایم در افسون گل سرخ شناور باشیم، من میخوام در حوضچه اکنون آبتنی کنم، به من کار نگین. یا برید دانشگاه بگید من میخوام پشت دانه‌ای اردو بزنم، شما بفرمایید. نمیشه. یعنی این تناقضات آشکاره. یه جوری به نظر میرسه که اون پیوستگی رو باید حفظ کرد و یک جوری اینا رو به هم ربط داد بدون اینکه این تناقضاش اذیت کننده بشه. به نظرت چیه؟ ببین من موافقم با این قضیه که اینو آدم میتونه به صورت انفرادی داشته باشه، ولی از نگاه جامعه شناسی اگه ما همیشه بالاخره ناخواسته به صورت مثلا طبقاتی توی جامعه هستیم، اون که تو چه جوری اون جامعه میتونه گروه‌های مختلفی رو توی یه مسیری هدایت کنه باعث میشه که بقیه نتونن جایی که باید، یعنی میخوام بگم که همه یه شکل نیستن. وقتی یکی میاد به یکی دیگه حمله میکنه خب من نمیتونم اونجا وایسم، من نابود میشم. یعنی میریم تو فاز اون قضیه که قطعا همین دیگه. واسه همین من اصلا واسه این که تو بتونی افسون گل سرخ شناور باشی توی زمان آزاد و فارغ از من واقعا فکر میکنم کاش که برگردیم به همین دوران، یعنی این یه آرامشی به آدم میده همین سهراب. و ما میتونیم یه قسمت دیگه در مورد این بریم، چون که اون زمانی که میگن انسان‌ها شکارچی گردآورنده بودن خیلی در واقع شایسته سالار بودن، به قول اینا اگالیتریان بودن و در واقع دور آتیش میشستن و احتمالاً ماشروم میزدن من واقعا خیلی وقتا صفا میکردن. خیلی وقتا آره من موافقم، در صورت که ما هم باید یه جوری کنار بیایم دیگه با این زندگی. عبور باید کرد و هم نورد افقهای دور باید شد و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد. امیدوارم که توت بخورین، مراقب خودتون باشین، عشق کنین، صفا کنین، پشت دانایی اردو بزنین و همزمان فداکاری بکنید، اخلاق مدار باشید و بشوید. اخلاق مدار همشو با همشون. ممنون که نگاه کردین، گوش کردین، حتی اگه 10 نفرین مخلصیم. خداحافظ.